نگاه کن ماشینش اومد. رفته گیرین و غمون نرفته، یه هفته رفته گیرین و غمون نرفته، یه هفته. حاج آقا چقدر بهتون گفتم یه صفایی به اون سر و صورتتون بدین از این حرفا پشت سرتون در نیاد. ژیلا خانم دروغ میگن. بچه بود خودم میبردم، الانم روز 2 دفعه حمام میره، یه دفعه پیش از ظهر، یه دفعه بعد از ظهر. مادر جون براش حرف درست میکنه. ایشون منشی من هستن و در حد مسائل دفتری به بنده محرمن. بالا غیرتا وارد جزئیات نشید. من اگه این ژیلا خانم میبینم یواش یواش خودش محرم میکنه، جای اون منزلتونم میگیره. اجازه بدید اون سونا و جاکوزی که بنده میرم عمرن اگر مهندس دباغتون رفته باشه، ایشونو بچگیاش فقط خزینه میبردن، فقط همونجا رو یادشه. متشکرم. اجازه بدید